وضع تاجیکان آمریکا پس از بازداشت 8 زاده تاجیکستان به گمان ارتباط داشتن با داعش تغییر نیافته است، اما چندان خوب هم نیست. البته وضعیت مثل روسیه نیست، اما نگران کننده است. اما اگر به تفتیش ها نگاه کنیم، پلیس نظارت و تفتیشات خود را سخت‌تر کرده است، چون که تعداد مهاجران به حجت در بخصوص نیویورک خیلی زیاد است. من فکر میکنم که وابسته به همین قضیه، به همین بازداشت ها، همه مهاجران تاجیک که توسط مرز طی 2 سال اخیر وارد گردیدند، آنها مورد توجه جدی قرار دارند و حتما همه گونه رابطه های تلفنی آنها، همه گونه گشت و گذار آنها از جانب مقامات آمریکایی مورد توجه خاصه قرار خواهد گرفت. روحیه‌مون خیلی روحیه خوب است، بلند است، همه پیکار هستیم. مثلا وقتی میخواهید صورت حساب برای مثال در بانک باز کنید، حتما در آنجا از اینجا بک‌گراند چک میگویند، یعنی شما رو تفتیش میکنند که هویت شما رو میسنجند و همین گونه سنجش ها با گمانی باز هم زادهای تاجیکستان میگویند کارمندان بانک، دیگر اداره ها سند و حجت های زاده های تاجیکستان را بیش از دیگران مشکوفانه‌تر تفتیش میکنند، ولی باز هم من نشنیدم که حقوق کسی کاملا اینجا در این مورد پایمال شده باشد. کمی در دل مردم ترس و وهم پیدا شد، بخصوص در دل مهاجران، چون که ما وضعیت رو دیده بودیم که در روسیه چگونه شده بود. اما گویم که ترس پیدا شد با نظر داشتی حادثه که در روسیه به وجود آمد. اما در امریکا بعد از حادثه بازداشت 8 نفر زادگان تاجیکستان کمی تفتیش های زیاد مشاهده شدند، یعنی پلیس علاقه مهاجرانی را که با دلیوری، یعنی که بر رسانیدن غذا، انجام دادن خرید ساکنان نیویورک مشغول بودند، آنها را تفتیش کردند که آیا از اکانت های خود کار میکنند یا نه، چون که مهاجرانی که اجازه کار نداشتند آنها از دیگران اکانت هایشان را به اجاره می گرفتند و کار می کردند. پلیس آن مهاجرانی را که دلیوری می کردند تفتیش می کردند که آیا از اکانت خود کار می کنند یا نه. و بعد از اون بازداشت های پر سر و صدا، ما در یکی از باغ‌های مرکزی نیویورک با تعداد تقریبا از 800 تا 1000 نفر با دستگیری هموطنان تاجیک یک معرکه برای تاجیکان برگزار کردیم. اون بازداشت ها به حیات معمولی یا به حیات هر روزه مهاجران کاری در امریکا یگان تاثیر ندارد. همه پای کاری خودش است، ساختارهای قدرتی کاری خودشان رو میکنند، مردم کاری خودشان رو میکنند. کسی جنایت کرده است با جنایتش خودش جواب میگوید. اما تاثیر به هر حال هست، میگوید کارشناس عبدالله اشوروف. از جمله فرمان حکومتی نشر شد که اکنون آنهای از مرز مکزیک به ایالت‌های جنوبی امریکا غیر قانونی وارد می‌شوند به محاکمه دادگاهی از امریکا بیرون کرده می‌شوند. اخیراً با این راه 1500 زاده تاجیکستان به امریکا درآمده اند. تا این برآمدن این فرمان آنها حق داشتند که در دادگاه پروندهشون بررسی شود و در صورت اثبات کردن نیاز داشتن به پناهندگی البته آنها سند داده میشد، در غیر حالت آنها از امریکا اخراج کرده میشدند. حالا اکنون این گونه نیست. از جمله شهروندان تاجیکستان و برخی دیگر کشورهای پسا شوروی اگر بدون ثبت نام در نرم افزار CBP-1 وارد امریکا شوند، آنها فوراً اخراج کرده میشوند. همصحبتان ما میگویند به همه معلومات درباره تاجیکستان و کشورهای پسا شوروی دسترسی دارند و خبر دستگیر شدن زادگان تاجیکستان روز 8 ایون در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا با گمان همکاری داشتن با گروه وحشت افکن دولت اسلامی یک عکس صدای حمله تروریستی به کروکوس روسیه و دیگر واقعه‌های مانند وابسته می‌دانند. باید در نظر داشت که با اشتراک شهروندان ما گویا که در کشورهای گوناگون در طی 1 سال اخیر عملیات‌های تروریستی صورت گرفت و این یک تاریخچه هست که بسیار نقش منفی می‌بازد. همین رو می‌خواهم گفتن که همه آنها حالا همچون گمانبر دستگیر شدند. گمانبر.
در چنین پس منظر همصحبتان من تاجیکان امریکا واکنش‌ها را در این کشور و روسیه به هم مقایسه می‌کنند و باور دارند که در اینجا ولایت قانون از همه گونه زیاده‌روی‌ها پیشگیری می‌کند. امریکا کشوری هست که در اینجا قانون‌هایش بسیار جدی و قوی کار می‌کنند و هر نفری که قانون شکنی می‌کند، قاعده‌های معین شده را ویران می‌کند، تنها خودش شخصا با عملهای خودش جواب میگوید و تأثیر عملهای کرده اون نفر به نفر دیگر نابسته از آن که هموطنش هست، هم ملتش هست، هم قومش هست، تأثیر نمیرساند. در صورتی که در همون حالت جنایت صادر کرده کسی با او ارتباط در همون مسئله قانون ویران کنی نداشته باشد که ما میبینیم که چی روز و روزگار مهاجران ما در روسیه دارند و متاسفانه روسیه کشوری هست که البته در اونجا نماینده یک ملت با یک جرم نافهمای دستگیر شد، حتما همه اون هموطنانش زیر فشار قرار میگیرند، ریدها تشکیل میشود و دیگر اذیت و حتی در ویدیوها هم دیدیم که تا با تالار سود رفتن هنگام بازداشت بسیار زیر شکنجه و حتی گوشتبری و دیگر چیزها. من نمیخوام اینها را تکرار کنم، ولی دلیر غفرانوف بر این است که به احتمال زیاد خبر بازداشت 8 تاجیک در پس منظر بحث های انتخاباتی انگیزه سیاسی میگیرد. باید در نظر داشت که این بازداشت ها مخصوصا در حال صورت گرفتن که عرفه انتخابات پرزیدنتی در امریکا خیلی تیز و تند میگذرد و یکی از موضوعهایی که مورد بحثی جانب ها قرار گرفته است این موضوع مهاجران و مخصوصا مهاجرانی می باشد که توسط مرز طی 2 سال اخیر وارد امریکا شدند و با نظر جمهوری خواهان میان این مهاجران نفران شبهناک زیادی هستند که به امنیت امریکا خطر دارند و به نظر شخصا بنده این بازداشت ها شاید از جانب مقامات امریکایی مخصوص به خاطر آن صورت گرفتند که پاسخگوی همین گونه چالش ها از جانب جمهوری خواهان باشند. با عقیده فیروز برادزاده هم این بازداشت پرسر و صدا و عموما همه گونه پرونده ضد زادگان تاجیکستان در بین مهاجران تشویش و نگرانی به میان می آورد. متاسفانه در طول چند ماه اخیر شهروندان تاجیکستان در خبرها پیدا شدند. یکی از آنها برای پیشنهاد رشوه به حدود $60,000 مجرم شد. نفر دیگر را بازداشت کردند که با گمانی کمک به جنگ روسیه بازداشته است. اینچنین بازداشت 8 نفر زادگان تاجیکستان با گمان همکاری با داعش، این هم خیلی برای جمعیت تاجیکان دردآور بود. باید تاکید کنم که در امریکا با وجود این همه هیچ ملت رو با خاطر دست داشتن نفر با تروریسم عیبدار نمیکنند. یعنی اگر همه حجت ها قاعده ها رعایت شده باشد کار افتاده ها کارشون بود می شود. از بازداشت 8 نفر هموطنان ما در امریکا بیش از 1 ماه میگذرد، اما تا کنون از جانب مقامات امریکایی تفصیلاتی بیشتر در خصوص آن که اونها تا کجا گناهکار هستند یا نیستند ارائه نگردیده است. تا جایی که من معلومات دارم تا به امروز گناه یگان نفر از آن دستگیر شده ها طریق سود از جانب سود تصدیق نشده است و ما هم نمیتونیم، حقوق نداریم که آنها رو در صادر کردن کدام یک جنایت متهم کنیم، گناهکار کنیم یا که آنها رو ملامت کنیم، دیگر حرفا گوییم. همه انتظار میشیم که سود چه خلاصه میبرد، بعداً اندیشه های خود رو عاید این یا آن عمل آنها برای ابراز کردن حق داریم. تا امروز ما شاهد نشدیم که شهروندان ما زیر فشار از جانب مقامات قرار داشته باشند یا که یگان حقوق‌های کنستیتوسیونی آنها پایمال شده باشد. فعالان دیاسپورای مهاجران تاجیک در ایالات متحده آمریکا باور دارند که به زودی چی گناه داشتن این 8 دستگیر شده اعلان خواهد شد و میگویند برای برطرف کردن همه گونه خطر امنیتی با مقامات ایالات متحده آمریکا همکاری میکنند.